مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که روزهای 11 و 12 ینور سال 2024 در سه صدمه در نوحه رودکی دوستی و عینی 4 نفر جان باختند. از جمله شام 11 ینور سال 2024 تقریبا ساعت 18:00 دقیقه راننده واسطه نقلیات تمغه اوپل استرا قناعتوف قاسم جان سال تولدش 1978 ساکن شهر ایسار هنگام حرکت در شورای ماشینگرد دوشنبه ایسار در حدود نوحه رودکی افزوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده پیادهگرد سید مرادوف رسول سال تولدش 1952 ساکن نوحه رودکی را که می‌خواست راه را گذرد پخش نموده است. در نتیجه پیادهگرد سید مرادوف به سلامتی جراحت‌های جسمانی برداشته از جانب راننده در بیمارخانه بستری گردیده بعد چند وقت به هلاکت رسیده است. صبح 12 ینور سال 2024 تخمیناً ساعت 0:30 دقیقه راننده ماشین تمغه تویوتا کرولا نگمتو و گل رفتار سال تولدش 1980 ساکن نوحه دوستی هنگام حرکت در حدود جماعت دیوت جیلیکول نوحه مذکور از اوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران تمغه اسکوتر نابالغ رضایف یوسف جان سال تولدش 2009 ساکن نوحه مذکور را پخش نموده است. در نتیجه رضایف با گرفتن جراحات گوناگون جسمانی در جای حادثه به هلاکت رسیده است. نیمه دوم روز 11 ینور سال 2024 تقریبا ساعت 14:30 دقیقه راننده ماشین بارکش تمغه شکمن رحمان فرزان سال تولدش 1985 ساکن نوحه عینی هنگام از سمت دیهه اسکندرکول به سمت دیهه دیجک نوحه عینی حرکت نمودنش افزوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده در راه ماشینگرد ظرفشان اسکندرکول در موضع سر کوپروک اوسیاب در حدود جماعت دیوت فاندریای نوحه عینی از بلندی 20 متر چپ شده است. در نتیجه راننده و مسافر ماشین علیموف ابرار سال تولدش 1986 ساکن نوحه عینی جراحت‌های وزن جسمانی برداشته هر دو در جای حادثه به هلاکت رسیدند. وزارت کارهای داخلی گفت آید به این حادثه تحقیقات ادامه دارد. راه‌های تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ و ورش پرخطر دانسته می‌شوند. هر سال بر اثر صدمه‌ها در راه‌های تاجیکستان تا 400 نفر به هلاکت رسیده بیش از 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.